وضع پدر فهمیدم. کار ناخوب شده است. این با وجود معماهای روزگار خرج بانک دادن نکن. شما حق. ما نیت داریم تا ماه آینده قرض رو صاف کنیم. تا ماه آینده دیر میشود. کوشش کنید که در 2-3 روز حل کنید. 2-3 روز؟ ما 3 هفته وقت داریم. تو پول رو نداری؟ برای تمامیتی پدر صرف شد. بار پدرت لعنت. و صدقه نیکی شوید. عقل جان خودی همین روز و سود میدهم. 9 ماه است که شما مرا فریب میکنید.